این باغ با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وسه در دامنه کوه نمک خواجه مومین 5 سال پیش با بنیادش شروع کردند. مساحت باغ 5 گکتار را تشکیل می‌دهد. درختان گوناگون میوه دهنده امسال همه‌شان غرق حاصل هستند. بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و جلب سیاحان به ناحیه وسه در دامنه کوه نمک محافظت طبیعت و مهیا نمودن شرایط اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت عالی کشور بود. خور بسیار بود، هم بسیار جانتاق بود، درون شد رومان هم مثل جانتاق. عجیبشان است که این موضع شور زمین است. در شور زمین رویدن گیاه در گمان بود. آدمان میگویند که از شوری زمین خاک لعل میبست و هر کجا نیالهای خودروی طبیعی میرویدند و خلاص. از حرارت گرمی بلند شور زمین اینجا پرنده هم پر نمیزد. درباره سبزانیدن درخت کسی هم فکر نداشت. با شرافت صاحب استقلالی کشور در سمت محافظت طبیعت در این موضع نوآباد کارهای آبادانی شروع گردیدند. پیش در اینجا می اومدید آفتاب می سوختی جای سوراگی نمی افتی که کمتر دم بگیری. ولی خدا را شکر است که کم میاد تایمی در هم رابطه کوبوی دم میگیرن هم آدمای راکی همجا میاد یک تماشا کام میرن. چی میگن؟ خیلی میان رحمت میگن در اینجا بوق کار میگه با آدمی که بوق کاری رحمت که در تای نمک بوق کرده. در دامنه کوه نمک در خطر باغکاری کشت محصولات‌های گوناگون کشاورزی به راه مانده شدند. این زمین‌ها را خواجگی دهقانی به نام سفر حسن استفاده می‌برد. بعد جمع‌آوری حاصل اولی زمین از میان خواجگی در کشت تکراری زمین محصولات‌های پولیزی کش نمودند. محصولات همش تیار شدگی این کشت دیما شنوندگی تربوز خربوزه بودرینگ برآمده است. تو برگشت شدگی جوی سازیدم پامادر شنوندم پامادر نوچوک میگه خربوزه اینا گرفته تربوز اینا گل کرده گرفته است قریب گرفته یک گکتار گندم کردم گندم گرفته اینا تربوز خربوزه شنوندم بودرینگ شنوندم دو جویک تربوز زمستانه شنوندم تربوزهای سفید. در جماعت دهات توگرک نه تنها این خواجگی همچنین در دیگر خواجگی‌های دهقانی زمین انا همین طور ثمراناک استفاده برده می شود. در جماعت نقشه کشت تکراری 1110 گکتار را تشکیل میکند که از آن 483 گکتار در بخش خواجگی دهقانی و 627 گکتار در بخش اهالی اجرای کشت تکراری زیاده از 60% را در حدود جماعت در بر گرفته. باقی مانده زمین‌ها از غلظانا خالی شده کشت تکراری گذرانده شده است. پخته هم یکی از محصولات استراتژی کشور ما دولت هم با حساب میره اهمیت کلان داده میشود. امسال در مساحت 1180 گکتار زمین کشت پنبه‌دانه گذرانده شده است و در تمام قطعه‌ها نشونامای پخته یک خیلی رفته است. البته زمین‌ها با پخته شونه بسته در اکثریت زمین‌ها پخته با گل کرده ایستاده است. همه ساله در جماعت مسئله آبی پولیزی بسیار تنقیصی میکشیدند. امسال با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه وسه اصلا زمین‌های پخته‌زار ما که از نساس‌های آبیاری کرده میشود همه را تعمیر کرده آورده گذاشتن. پخته وقتی آبگیری پخته هم علاقه شده ایستاده است و پخته باوریم داریم که به آب نمیمونند. هم کشتی تکراری و هم پخته را با آبی و پولیزی تامین کرده میتوانیم. با وجود شور زمین بودن زمین‌های دامنه کوه نمک این زمین‌ها با آب 5 آبیاری کرده میشوند. پایگاه آبکشی خواجه مومین زیاده از 2800 گکتار زمین‌های این موضع را با آب 5 سیراب میگرداند. از چنین امکانیت استفاده نموده در سمت استفاده برای ثمرانات زمین‌ها خواجگیداران از همه امکانیت‌ها استفاده نموده ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.